من اینجا نمیتونم زندگی کنم. پیش قضیات گریان نمیکنم که دلش باز از من کنده نمیشه. مگم از دلم خدا خبر است. میگه بزگانگانی خیره بچه مالک میره راب جان از خاطر اون وظیفه خود میره. باز دیگه دفعه تو همونطور نیست میره چی؟ نیروی های امروز پرواز نه؟ نمیه قطع عکس ما بیارد. بیا جان مادرک خود بیا. بیا صدقه جان. صبح کشتر رئیسم که نکنم من بس مسافر نمیکنم. ما در وقت آمدن بیادرم چقدر خوش بودی. حالا چرا گریه داری؟ بخیر میره در سر کار زندگی خود. براویش کنم میزنه بر ما. پس کار میکنم. مادر نکو گریه. سکونه بیادر مام جگر خون. ینگیم خوب یاد جگر خون است. میم کشتی های زلک جا غرق است. این از خاطر از دل آسمان سوختون گریه داره. مادر نکو دیگه گریه. گفت خیلی بسته خوب. تو هر چیزا میخوایی ماما. فرق تو زد کف ندارم. خورده یک بگی از اختارم که بس هست دیگه. مادر بیخ مرا جگر خون کتی مانده. تا دیگه آمدنه میآید خیلی چشم باز. وی مادر خدا نکند گپاره نزن. دمارو مندازی. میگه بخیر بر زنگ میزنم. مادر یا من تندار ندارم یک دانه بیادر است. کاش که کار بار نمی داشتی نمیماندمت که بری. منم چی کنم چطور کنم. یعنی ای خدا آدم بیشه گپ نیست خب میدم پس میایم از دنیا خو نمیدم. خدا نکنه چی دنیا خو نمیدم میدم پس میایم. خدا نکنه بیچاره بیکروی بیچاره. مادر نفسه گریه سکونه بخیل آلای مام جگر خون شد سکو. دم سر رفتن از اون نکن تو گریه. زاکو پرده بره بخیر پسه. مادر مختو چای ده؟ الان سرم درد گرفته. مادر منم جگر خون میکنی. ماما لطفا چند بجه؟ حالات دو نیست ماما. جان مامای خواهد ساعت اینه 2 بجه 3 بجه تو رو گفته باید چی باشی؟ اساس بخیر ما بدهیم. خلا حالا چای بخور؟ نه چای نمیشه دلم میغزم. خیلی وسایل مهراب و مادام دلش ثابت میشه. خیلی وسایل مهراب و رویا را بوی ببخشی تا از مهراب خیمه دموتر مسائل خیلی ما خیلی بیاد ما میگم گل پدر شد
مادر. آدم بشینه مادر زویا این آدم بشینه چی گپ ساده خب بچه خم آرام باشم. خیلی چی آدم بشینه مادر سامودم بشینه میرم پس میای من حالا لیت خونه میتونی دیگه که بانم تا اینه میلا دادن نیست چیز خب من رو تک تنها میمونی میری. حالا که تک تنها لیت کنیم خب پاسپورت نیست گم است چطور کنیم دیگه گم نیست گم کردن. ما هم نگو گم است. خیلی مصحب گپ میزنیم تصویر گپ میزنیم برو تشویش نکن من تصویر تو رو چی کنم مرا اینجا نمان. خیلی کجا بانم نمیشه که در بین بکس پلتمون خود دادم خود نیست کت آدم هستیم تو در میزاتم روش خندی میکنی. حالا چی کنم خیلی چی شده است خیلی خب خنده کنی نه تا بکی توی سیگریان میکنی مادر می سیگریان میکنه تو سیگریان میکنی ماما داخل ماشین که گریان داره یا چی نمیفهم ماما چی در کمر ماما خود اخسیش هم نیست از که یک چند وقت از که میشه پس میخوایم تا نفی کنیم که لاغت میشی خورده نه؟ اما موجه نمو کشی بخیر هنا ما هنا دسمال تبقي هنا وين بریم که باید یک ساعت پیش باید در میدان آه باشیم ماما نی؟ جان بدیم بخیر خود مسئله باید خورده نکو گیه خورده نکو در دوا بکنیم هم یک تبلو تعمیر کده پشت بچه محبتم. ما در اونجا تیار موندیم میرم چند با خدا سپاری نمی جان مادم. Yanga John. ساحر بله تو بیاد کنه من خواه اینجا بود تو یک کم او بیاد من روش بزنم بخ اینا مادر بخیر دیگه مادر مادر موجود شو بیاد مادر بخیر دیگه بخیر بخور جان مادر 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 نگین دو وقت نستن گیدان نگین میفهمی گیدان کردن مادر معلوم پشت مسافر قگیه نمیکنه مادر نکنی گیدان خب میفهمی بوده گیدان میگین وید نمیدون که میباشم دیگه بیجه خب آدم بیشنی خود دیگه چی که پس دو وقت رفتن گیدان فقط مادر. پس میم مادر چی که پس داد مادر میدون روز فشار سفید بالا میره چرا قگیه میکنی مادر مادرم خواهم میکنی
یاد کمان چه دالتان گیریان داره. ماما سهر جان بله ماما من را بسید که من میارم. باش ماما این رو رویا جان تو خونه هم میری من را بسید که با خدایت به خدا برو. خداحافظ لالا. خیخوار جان ما مجرای میرا بکرفتم خانه میرم. برو خدایت. بخی بیا سنو بخی بیا چی با تم درون رفت چگه که بخیر بخوبیدم. خدا جان ینگه بخ که بریم خانه بخی ینگه بخ که باران از ترک میکنه بخ که مریض میشه ینگه ینگه نکو گیره چای خدا مادر مرده نخورد. چطور بچه میرفت خانه خالی شد برم. ای صدقی سرت شما مادرت میراب جان. ای دل خانه بردی میراب جان. خدا زنده داشته باشد. خوب شد که میارو سخن نبرد. خوب شد که میارو سخن. بیا بیشی نگاه روز کن بیا بیشی. بیا بیشی. این چایش من نخوردم چای که خدا نخورد. صدقه لبکای به چیم شوم که دی لبایش خورد. چای که شاید ما. بیا درمم گفت شو نمیم. مادر مامان چی هر دقیقه اینجا خانه ما ببین خانه خود بره دیگه نبیایم گفتم هر وقتی که بچه داره کرد یکی ما آرس آمریکایی گفت میره یک دقیقه نفس کشیدن نمیمونه بان خانه خود بره دیگه چطور کت شادت کرده بودی ای باز بارندگی رسای کتی آسمان ابر رسای کتی نه بادلال روی آسمان گیریه کت امروز که آمدم آسمان ابری بود نه؟ روز که آمدم آسمان ابری خواه عجای باشه آرام باشه آرامش او بیچاره هم که نره کی میشه بچه کارش است بارش است چی کنیم چطور کنیم مادر اگه بیادرم نمیرفت اینجا کارش چطور میشد یکی بر ما کی پیسه رایی میکرد راست پیسه خود است پیسه یعنی اینجا خرج خوراک ما خرج چطور میشد سیال شریکی مادرم مامای من ندی هر روزم اینجا میرسم و چه خاطر میرسه $50 دقیق دستش میمونه و پیسه رو من روان میکردم براتون نه میرا بکم خوب گریان گرفته بود خب مگه از خاطر نمیکرد و
وظیفه از او قدر خوب نیست. از خاطر ما. وظیفه ما بود. مادر یگیم چی میگه؟ خود تو بخی گمش کن بخی گلاس ها رو بگی ببر مام برام وضو کنم نماز دیگه رو بخونم وان زنگ زد بخیالم خب مادر تو برو وضو خیمه قد یگیم است میگه بخیالم زنگ زد بله بیادر جان مشتم بگو بیادر اکتنم شکر خوب چی کردی بخیر بردیش تا میدانه یک ساعت با؟ چند ساعت با؟ ساعت چند با؟ سی خو خیمونجا منتظر میشینی یا داخل دیگه نخواد بانیتا؟ خو خیلی ببینی بیا جان خدا کتیت خوب بکنه اینه که رویا جانم همیجه بخدا اینه که یاد کنم میره بیاده مادر قربان قدمات که تا میدان مادر قد که مامان خو غیر بیاد زشورنده سه که درد دل داغ دل ینگی ما باز تازه کرد دردایشه زخماش نمک باشد قد که بگو نه بیایی شو خانه ما نکو ینگه گریه خیر است زود کده تا هم پاسپورت بگی بخیر برو نکو گریه ینگه نه بخیر گفتم خود داخل میدان بودم آن مادر باز چرا گریه داری؟ ای خدای پاک این سحر خو دی چند روز مانده و زلشته بود خواست باش که بخیزانم رویا جانم ای خدای پاک والا اگه تا که بیدارشان نکنی اگه بخیزن نه این دیگه شی طرف ورمه خواست خبر نداره که ما دیم شو دست چشمم از دست درد خو نکدیم این قراره که برای من خواست رویا برا میگم بخیز چیه پس مادر؟ چیگه پس مادر بخی برو سماوات در بته من جنگ است خدایا بخیالم که در خو جنگ دیدی بخی برو سماوات در بته که من میرم امام میکنم مک تو بخی سعی که چشمم از تو چشم درد شده مک هنوز 10 بجه نشده مادر آمده میگه بخیر سحر بیدار کو او سحر دمی چند روز جان در جانش نمان او رو بر چی بیدار کنم تو که افتادی قرار کده بخیز بخی دیگه عروسی میری مادر که امام میکنی؟ نه عروسی چی میرم تا که کدام عروسی یا فوتیا بره که امام کنم با عادت ما با تو معلوم نیست چی گپ است؟ سلام مادر و علیکم السلام چرا تو سرسا دارن حال خود سعی کو بچیم روز چاشت شده 10 بجه روز است میگم بخیز برو سماوات در بده که من حمام میکنم عادت من به تو معلوم نیست این چشم به مرگی مثلا چی شده یک تا که چشمم بیخی پونیده مثلا که خرق بود چی بود لیسیده بخیم تا چشمم پونیده بخی برو سماوات در بده میرم مادر برو تو خود جان در جان دمی چند روز نمان بچیم از خودم اترا بیدار نکنم صدقه سر چه خدا نکنم مادر جان خیره ینگیم خسته است ما بر در روشنش میکنم سلامت مادر چرا روشن میکنی؟ سلامت تو برو قرار کرده پرتو برو کل کار این تو در گردنت گرفتی که این قرار کرده از صبح تا 10 11 بجه قرار کرده خواه میکنه بخیز دیگه حالا میار جمع نکنم مادر بخیز جمع کن دیگه چی هستک جمع نکنم خدا بخی دیوانه شدیم کتیتان من بیا
سماوات کشیدی نکشیدی مچه؟ خدا بزنه تا که مرا به میروز و اینجا نگاه کردین. خب خیر باشه. ما یک بار پس امریکا برام مکالی قصار هستم میگیرم. ولی اگه خو یکی تیتو بانم. دختر نازانه خودم میگه برو خوک و آمده سر من کار میکنه. خدا کنه که نل ما بیایه نل. من چون باش ما برم نل ببینم که نل هست یا نه. ای خدا جان. کل چیز ما برش پرتم که ایلا باز بیایه که سماوات در بته. امروز نوبت نل ما هست باش که میایه نمیمد. سعی که یک هم میرا بود میرا بام رفت که می نل یار سرش جور میکردم. کلیش یک بغله شده بخی حیران به خدایش میمونی. چی کنم؟ نیز به خیلم باز خو کرد. باز به خیلم خو کرد. من چون وظیفه کم چطور شد خدایا. کل چیزا را ازم گرفتن. یه که تا که در زور سوتا بیدارش نکنی و لاغ بخیزه فهمیدی؟ ماشته که من ببینم که خیستی یا نخیست. نه خیستی. خیستی؟ آه. بیا اونو نلم شرشرک می و نل پرکو ببرد سماوات پرتو سماوات در بده. حال مادر چرا به آرامی گپ نمیزنی همونقدر سر صدا میکنی؟ از من صدای منمت بلند است. کل همسایه در گل صبح خبر می. از من صدای منمت بلند است. فهمیدی یا نفهمیدی؟ برو پرکو پرتو در سماوات پرتو سماوات در بده. ایت شل میره که فقط ایت چای صبح نخورده. خو نخوردی من میال از خواب بیدار شدم اول سماوات ضرورت است. نه نخوردی. او یک پاکت قیماق بخیالم که 7-8 من خوردم. خوردنم یادت میره شکر. پرش کن نیمه نبر. روزتا گم نکن بارش که پر شوه. حالا میره پر میکردی مادر. کل کار که من برم خیلی تو چی میکنی دیگه؟ خیلی برو دیگه قرار یک جای بیشی من خودم کارم بکنم. برو قرار که دیگه برو من نمینه میشینم برو سماوات در بتی. جوش که شد دستت میپرتی. لیف و صابون یارم کل شده تشناب میبری. کالای ما میکشی کل شب ببر که باز سرجان تا ما باشه مادر. چی ده؟ نه خیلی سابقه آمده بود. آرز که میآوردی خوشور پاک صفا سوتر میشه. برو که باز جوش در ببر صدا کنی. بیاز یکمی کم است. یک سرجانشویی نکرده بودم. از برکت شما و خوشو همه سرجانشویی رو میکنم. مچ میامر عروس وار اینجا نگاه میکنن یا نوکر؟ یک سماوات چی بود؟ امور خب برو میکردی باز میامدی سر صدا رو منداختی. اینال من خور در دادن شاید ندارم مادر. قد سماوات دروازه دارتان من این فامیر چی خم روشن کنم. امریکا در امریکا خوب خوش خورده بود. قرار کده خو میکرد درایف میکرد. ایجا من اینا رو نشانت میتم درایف یاره فهمیدی؟ ای خانوزه باش نوست. ایت اسلاید بسازم که خودت بگوی آفرین. بچه اگر کم خو رفت از پیشم. بچه ایم خو رفت. دایی که نیمه میگیره میاره. زورش هم نمیکشه. سماوات سر چهار شده من خبر ندارم. که سحر که مادر مرده هر روز سماوات در بده دیگدان در بده کالا بشوی پرده بشوی یک پرده را بند کردن نتانست. خداوند این حال بدوا کنی هم دقم میرا خداوند خطره دیگه میگم. امریکا در امریکا خوب خوش خورده بود. قرار کده خو میکرد درایف میکرد. ایجا من اینا رو نشانت میتم درایف یاره فهمیدی؟ ای خانوزه باش نوست. ایت اسلاید بسازم که خودت بگوی آفرین.
بچگکم خو رفت از پیشم. اما که یک زنگ هم نزد که من رسیدم نرسیدم تو چی شدی؟ نام از کشور بچیم خو رفت. سعی کن نیمه میگیره میاره. زورش هم نمیکشه. باش که دختر بشه بفهمی. از دل سحر جان بفهمی. چی مای دلم رفت. سر از امروز شروع شد دیگه رویا جان. رویا را در خواب ببینی دیگه رویای امریکا را. رویای امریکا را در خواب ببینی. اولی را نوزه ما جورو کردم. صبح 5 بجه که بخیزم تنوزان وقت خیستاندمت. 10 بجه است. بیشکه دیگه عالی پرشمه. ای خدا جان از این که کاش که مرگ میدادیم. خوی روزی حالت نمیدادیم. خدای حالی من زنبور نخوره. اولی چه تلشان است که تو یارم دلشان از دیگه من پاک کنم. ای خدای پاک چی کنم. باز ای که ظلم است که مثلا تو چی میکنم فهمیدی؟ رویا کارایی که سر بچیم در امریکا کدی که کلش از پیشت نکشم که میماند. سایگو 100 لک 3 دفعه میره روز خدا گم میکنه. ایره میگن آرس روز گم. تو پاسپورت من ندیدی سهر؟ نه انگا من هیچ دست نزدم. خب روز که در اتاقم در آمدی کالا و چیزا رو تو از گرفتی. مامایم که مادرم در اتاقت رفت. ماما؟ الو چرا؟ در کار خدا میشی تو غضب خدا گرفتارت کنه بابا. یه جوارای روی اولی میره چرا تو زدی تو حالت از اونجا اشاره نکردی که برو واره بگی؟ اونوار اشاره کردم. یه جوارا که از کجا میکن؟ از خانه ننیت پیدا میشه. چند بجه؟ امیال خو حرکت کرده بیا. اولیاله؟ آه اصلا ما خراب میکنه. کجا میگن؟ خب پرتو نیم بوتل بگی پرتو. بخیر زده کجاست؟ باشه او سوامات گرم شو من دادمش. پینگه کار خود سر بینی خود برای من میریزنه.